سلام دوستا، امیدوار هستم جور و صحتمند سر حال باشین. به یک از ولاگ‌های دیگه ما از چینل افغان کازینز خوش آمدین. قسمی که ما در برنامه قبلی براتون وعده کرده بودیم که از خرید ماهانه ما براتون ویدیو میمونیم. امروز قرار است بریم و خرید یک ماهمون انجام بدیم. میجا منتظر تاکسی هستیم که برسه و آن تاکسی آمد. میریم به خیر طرف خرید. منتظر ادامه ویدیو باشین. دوستا اینجا منتظر تاکسی بودیم، تاکسی هم آمد، سوار میشیم و از جریان رو براتون ویدیو گرفتیم. ویدیو را تا رسیدن ما بخیر بیننده باشین. Yes, ma'am. دوستا اینا بخیر ما رسیدیم به فروشگاه بعد از طی یک مسیر طولانی، چون راه ما یک کمی دور است از فروشگاه و بیننده خریداری باشیم. دوستا در این قسمت من کیکا را دیدم، بسیار خوشم آمد. خواستم با شما یک ویدیو داشته باشم، یک ویدیو کوتاه، و میتونین من کیک زیاد خوشم آمد براتون ویدیو گرفتم و در این قسمت آمدیم که تست کنیم از این کلچه‌هایش و چیزا. بسیار مزه‌دار بود و من وقتی دیدم با یاد افغانستان افتادم و بسیار مزه‌دار بود. دوستا حالی میریم آشکاز گرفتن، به خاطر رمضان نزدیک است و میریم که آشکاز ببینیم پیدا میتونیم یا اینه. پیدایش کردم دوستا. در این قسمت ما یک ظرف بسیار مقبول دیدیم اما نفهمیدیم که اون ظرف چیست، یعنی نفهمیدیم با چی استفاده میشه و این ببینین. اگر شما فهمیدین در کامنت ها بر ما بگوین که این ظرف چی است و به خاطر چی استفاده میشه. و در قسمت هم دوستا ظرف بسیار مقبول بود. دوستای ما خواستن ازش ویدیو بگیریم، براتون ویدیو ماندم ببینین. وای چقدر مقبول، یک قابای مقبول است. ببینید قابا و کاسکای مقبول و ظرفای بسیار مقبول داشت. ظرفا را ببینین، دیشای بسیار خوبش. در این قسمت هم اینجا لباسای عربی بود. میریم به طبقه بالا میبینیم چه چیزای جدید آورده. ویدیو را بیننده باشین. دوستان اینجا سودایی که ضرورت داشتیم گرفتیم، چون ترکاری و میوه اینجا نداشت. میریم به یک فروشگاه دیگه
و از اونجا خریداری میکنیم. چی آزان دلنشینی بود. به احترامی آزان ما چند دقیقه سکوت کردیم و میریم که نماز خدا بخوانیم. بعد از او بخیر میریم به ادامه خریدمون. Mami che fa male amico. به فروشگاه دیگه هم رسیدیم و شما بیننده باشین که ما چه چیزایی را خریداری میکنیم. خب اول از بخش ترکاری شروع میکنیم. ترکاری بسیار تازه خوبش، قسمی که میبینین دون ما را از ترکاری شروع میکنیم. ترکاری مورد ضرورت ما را میگیریم و این بسیار یک قیمت های مناسب، ارزان و با مایی که مسئول هستیم بسیار زیاد خوب است. جای مناسب هم است. دیگه شما بیننده باشین که ما کدام ترکاری ها را از کدام بخش ها میگیریم. در این قسمت هم چپس آماده کار داشتیم بگیریم، همچنان کباب آماده. نگفته نمونه ما چپس آماده به خاطر میگیریم که کچالوهای جو مثل کچالوهای افغانستان رو خوبش نیستن. باز نشه بگویی که دخترات هم برستیم. حالی هم میریم به طبقه بالا، میبینیم که چه چیزهای جدیدی آورده، چون همیشه اینجا پنجابی پاکستانی و هندی مقبول داره. میریم بعضی وقتا میگیریم و با شما هم نشان میدیم که چه چیزهای مقبول و جدید و کاغذ پیچ آوردن. در بخش هم قسمت دیسکاولاست، بسیار دیسکاولای مقبول داره. براتون ویدیو گرفتیم.
دیگه قیمتاشون هم بسیار مناسب است. بعد همگی سنین وجود دارد. ببینید چقدر اسکال معقول دارد. برندم نباشه از برند مرای اسکال شید چایش خوشم آمد. خرید ما هم تمام شد. میریم پرداخت کنیم که چقدر مصرف شده با 4 نفر در 15 روز. در قسمت هم ما 2 نفر خریدمان تمام کردیم. منتظر 2 دوست دیگه هستیم که اونا رو بخیر تمام کنن و بیاین بخیر. 2 دوست دیگه ما رو آمدن. بسیار گشنه شده بریم رفتیم این رستوران که غذا بخوریم. این رستوران بسیار چپس مزه‌دار، شورمه بسیار مزه‌دار، همراه جوس تازه بسیار مزه‌دار داره و بسیار اقتصادی هم است به ما کسایی که مسئول هستیم. دیگه اینجا میبینین که ما نان میخوریم دیگه، نان خودم میخوریم بخیر و میریم طرف خانه. در قسمت هم اینجا که است منتظر موتر هستیم. به آخر ولاگمان رسیدیم. تشکر بسیار زیاد از تمامتان که ولاگای ما را بیننده هستین و همچنان تشکر از اینکه لایک میکنین، چینل سابسکرایب میکنین، کامنت های مقبول تان میمانین. ما منتظر کامنت هایتان، کامنت های مثبتتان، نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان هستیم. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.